دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت. کار تخریب و پاکسازی موانع و خانه‌های تحت استملاک ساختمان سرک جدید اتصالی میان ساحه باغ بالا الی سرک بادامباغ مربوط ناحیه هفتم آغاز شد. انجینر عبدالمتین حنیف رئیس استملاک شارولی کابل در رابطه اظهار داشت که شهروندان ساحه از تطبیق کار این پروژه استقبال نمودند. در مسیر این سرک 90 ملکیت و خانه تحت استملاک است که مطابق قانون به مالکان آن بدیل پرداخته می شود. و ای افزود که با ساخت این سرک مهم شمال کابل به غرب کابل وصل می شود که سهولت‌های متعدد برای عبور و مرور شهروندان به وجود آمده و از جانب دیگر زمینه رشد اقتصادی ساحات همجوار فراهم می شود. د بادامباغ او د پولیتخنیک ترمنځ اتصالي سرک چې تقریبا 900 متره طول او 60 متره عرض لري چې د یو سرک د ټولو اساسي برخو پښتون سره نوموړی سرک چې په نوموړي مسیر کې نوي کورونه د موانع په توګه سره واقع شوي وه. پلن یې د موانعو د لرې کولو کارونه په جریان کې دي. انشاءالله ټول انکشافي کارونه به په عملي توګه سره انشاءالله هغه دې شروع دي او په 1402 کال کې به انشاءالله د نوموړي سرک د کار د تکمیلېدو شاهد اوسو. قرار است که پس از پاکسازی و برداشت موانع و خانه‌های تحت استملاک این سرک به طول 900 متر با عرض 20 متر به شکل پخته و اساسی ساخته شود. دیگه ما خوش هستیم که می سرک جور شود، شهر آباد شود. ما در این تخریب خانه‌های خود داوطلبانه گفتیم چپا کنه خانه‌های ما را، به خاطر که شهر سرک جور میشه، زیبایی جور میشه. تا به کی مملکت ما این رقم تخریب و بیادر خانه‌های ویرانه داشته باشه؟ باید ما دیگه شهرها ولی پیشرفت کنیم، وطن ما جور شود. غرونه د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي، وګوري شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي. با منظور فراهم کردن سهولت به شهروندان در هنگام عبور و مرور، ریاست کار حفظ و مراقبت شارولی کابل کار ترمیم و بهسازی اساسی پل یک پیسگی واقع ناحیه اول را روی دست دارد. انجینیر شریف الله قادری آمر ترمیم سرک‌ها و پل‌های ریاست مذکور گفت که کانکریت ریزی اساسی فرش پل روز گذشته تکمیل گردیده، سپس به ترمیم دیوارهای کناری و قسمت‌های تحتانی پل که تخریب شده است و همچنان به نصب و رنگ‌آمیزی کتاره‌های آن اقدام می‌شود. و افزود که پل یک پیسگی 45 متر طول و 2.75 متر عرض دارد. تحکیمات پل نیز شامل بهسازی است. کار ترمیم پل یک پیسگی از سوی پرسنل ریاست کار حفظ مراقبت شارولی کابل آغاز گردیده بود و عملا امروز کار کانکریت ریزی جریان داره که امروز تکمیل میشه انشالله. که دی کار ترمیمات، کار قسمت‌های کتارش که به مرور زمان تخریب شده بود و هم ترمیم میشه و همچنان قسمت‌های پل پایه ها که از سر گذشت زمان فرسوده شده بود و خراب شده بود و هم به شکل اساسی ترمیم میشه و قسمت‌های خود فرش پیاده رو هم انشالله که ترمیم و بسازی میشه. پل یک پیسگی یکی از پل‌های قدیمی عابر پیاده بالای دریای کابل بوده که برای اولین بار حدود 3 قرن پیش به شکل ابتدایی تأسیس شده بود. شهروندان توسط پل مذکور از منطقه مرادخانی به طرف باغ علی مردان و ساحات مرتبط استفاده می نمایند. واړوي د درستي نړۍ سیال تر ټولو چت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. هر خوا مزار کار ترمیم و داغگیری اساسی سرک قرغه تا پغمان که چند قبل توسط ریاست کار حفظ و مراقبت شارولی کابل آغاز شده بود جریان دارد. قسمت‌های سرک قرغه و پغمان که نظر به گذشته زمان تخریب و استهلاک گردیده بود با استفاده از ماشینری پیشرفته به شکل اساسی و معیاری ترمیم و داغگیری می شود. اخیراً ترمیم و داغگیری سرک وصلی بند قرغه تا سرک پغمان به شکل معیاری و اساسی صورت گرفته است. این کار از تخریب کامل سرک‌ها جلوگیری می کند و از جانب دیگر برای حفاظت و مراقبت از تأسیسات عامه کار با اهمیت است. هم کپاشي پښتون زبک دي سره ورونه دي، کور د مسلمان د یو ملت یو وحدت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت